تو وقتی که ما چیزی داریم به نام مودرا، خب هندیا یا اصلا بودیسما وقتی میخوام مانترا بگن کم میشه ذکر، یا این دوتا دستشون رو میبندن یا این دوتا انگشتا یا این دوتا انگشتا. خب این دوتا انگشت معنویت رو تو آدم بالا میبره، این دوتا ثروت و برکت و فراوانی رو. خب وقتی میخوان غذا بخورن، هندیا رسم دارن با دست غذا میکنن. اگه تو فیلماشون هم ببینی غذا رو اینجوری میخورن، از این انگشت استفاده نمیکنن، چون این رو اگر زیاد به هم بچسبونی معنویتت که میره بالا، باهاش یه مقدارم فقر میاد. تو وقتی که داری تصویر رو میچرخونی بهتره خیلی از مواقع این دوتا انگشتتو به هم بذاری. وقتی حال و حوصله نداری، دلت خیلی گرفته، با این دوتا شروع کن بازی کردن، خیلی به آرامش میده. حالا دست راست و چپ دوباره باز فرق میکنه، کدوم دست راست کدوم دست، مثل همین 5 انگشت. دیدی بعضیا انگشت رو یه خاص تو انگشتشون میکنن، نمیدونن، ولی تو توی اساطیر که میری توی قدیم، توی این دست معنویت، توی این دست ثروت، شجاعت و خلاقیت. برای همین پادشاه ها زمرد رو بیشتر توی این انگشت میذاشتن، چون همین وصل میشه دقیقا میاد به چاکرای پیشونی. یا اینکه حلقه ازدواج رو توی این انگشت میکنن، چون این انگشت رشته عصبیش به قلب متصله و چاکرای قلب به اینه. خیلی جالبی داره که